سلام، وقتتون بخیر. من منصوری هستم از میکاوب. اگر شما دنبال این سوال هستید که بازاریابی دیجیتال یا هر فعالیت که در فضای آنلاین میتونه منجر به افزایش برندینگ شما و افزایش مشتری و فروش شما در فضای آنلاین بشه، با من همراه باشید. چرا اصلا تولید کنندگان، چرا شما اصلا نیاز به بازاریابی دیجیتال دارید؟ اولین مورد ارتباط مؤثر هستش. منظورمون از مؤثر بودن اینه که ما اگر یک واحد انرژی، یک واحد منابع مالی، یک واحد نیروی انسانی رو داریم میایم سرمایه گذاری میکنیم در یک فضایی برای بازاریابی، برای اون اهداف بازاریابیمون، برای برندینگ، برای افزایش مشتری و فروش، آیا این یک واحد چند واحد در واقع میتونه برگردونه، حالا از لحاظ مالی باشه یا موارد دیگه باشه، بر اساس اون اهداف بازاریابی. به جرئت میتونم به شما بگم که در فضای آنلاین شما میتونید به ازای یک واحد منابع که حالا میتونه انرژی، منابع انسانی، پول و زمان، میتونید چند واحد در واقع برگردونید. چطور این کار انجام پذیری؟ با یک مثال خدمت شما میگم. فرضاً شما میاد با یک بنر بزرگی در یک مسیر تردد پرترافیکی در فضای بین شهری، مثلا بین قم تهران، خب میایید و یک بنر قرار میدید. از کجا ما بفهمیم که اصلا اون بنر چقدر برای ما بازگشت سرمایه داشته؟ حالا اگر ما یک بنر در مثلا این خط تردد بذاریم، یک بنر رو جای دیگه بذاریم، از کجا بفهمیم که کدوم بنر بیشتر برای ما بازدهی داشته؟ تمام این موارد رو در فضای آنلاین با یک سری ابزارهای ترکینگ قابل در واقع بررسی و آنالیز هستش. مثلا ما اگر بیایم داخل اینستاگرام میخوایم یک ارتباطی رو، یک تبلیغاتی رو به هر ترتیب بگیریم، یا ارتباط میتونه یک تعامل بازاریابی باشه، یک میتونه تعامل معمولی باشه با مشتریانمون، میتونه تبلیغ باشه، درسته؟ اگر داریم داخل اینستاگرام کار انجام میدیم، میتونیم بفهمیم که از استوریمون چه مقدار ویو گرفتیم، از پستمون چه مقدار ویو گرفتیم، از سایتمون برای هر صفحه از سایتمون چه مقدار ترافیک گرفتیم، با چه کلماتی کلیدی. تمام اینها قابل رصد کردن هستش. مسلماً این که ما بیایم فرضاً یک مبلغی رو، یک واحد انرژی، زمان، نیروی انسانی و پول رو و زمان رو بیایم بخوایم داخل یک کانال بازاریابی بریزیم که ندونیم واقعا چه خبره اونجا، یعنی میزان اطلاعاتمون تقریبا نزدیک به صفر باشه، بهتره یا اینکه با ابزارهایی که ما میتونیم با اونها یک اطلاعات اولیه حداقل به شما بدیم که مثلا این عبارت داخل گوگل احتمالاً چقدر ماهانه سرچ میشه، رقبای شما احتمالاً چقدر ترافیک دارن از این عبارتی که کاربران دارن سرچ میکنن میگیرن و به شما میتونه اون هم این مقدار رو حالا با یک تلورانسی به شما بده. از طرف دیگه به خاطر اینکه اکثر مخاطبین هدف شما با یک میزان حالا ساعتی رو دارن در روز در شبکه‌های اجتماعی، در خود حالا سایت ها میگذرونن که البته این به مخاطب هدف شما مربوط میشه. ما نمیگیم همه در واقع تولید کننده ها همه باید مثلا برن سایت داشته باشن، همه فقط اینستاگرام داشته باشه. اولین چیزی که ما بررسی میکنیم اینی که احتمالاً مخاطبین هدف شما در این فضای آنلاین بیشتر کجاها هستن، درسته؟ نکته دوم رقابت پذیری هستش. ببینید ما آن ابزارهایی رو در اختیار داریم، آن اطلاعاتی رو در اختیار داریم که میتونیم با یک دقت حالا تقریبا حالا مشخصی به شما بگیم که رقبای شما خب از فضای آنلاین دارن چه مقدار ورودی رو در کانال‌های مختلف میگیرن و
مسلما این باعث میشه که شما بتونید با یک دید بازتر بیاید وارد یک قسمتی از فضای آنلاین بشید و کارتون رو شروع کنید. نکته بعدی اینه که ببینید ما میتونیم تغییرات بازار رو در واقع سریعتر بررسی کنیم داخل فضای آنلاین، چون اونجا بازخوردها بیشتره. نکته بعدی اینی که اصلا این بازاریابی دیجیتال چه مزایایی میتونه برای شما داشته باشه. حالا منظورم از بازاریابی دیجیتال مشخصا هر آن کار بازاریابی میشه که ما در فضای آنلاین میتونیم انجام بدیم دیگه. اولین مزیت دستیابی جغرافیاییه. به عنوان مثال فرض کنید شما تولید کننده ایزوگام هستید فرضاً. مشتری شما در غرب تهران میاد داخل گوگل سرچ میکنه نمایندگی ایزوگام، حالا هر ایزوگامی، مثلا نمایندگی ایزوگام دیلیجان در غرب تهران. خب اگر ما سایتمون رو آماده کرده باشیم برای این کلمه، پس شما تونستید یک منطقه جغرافیایی خاص رو هدف قرار بدید. درسته؟ مورد دوم مقرون به صفحه بودن این کاره. وقتی ما میایم در واقع بر اساس تحقیقات بازار، بر اساس آن چیزی که تجربیات سالیان سال ماست و متوجه شدیم که مخاطبین هدف ما در واقع اینها هستن، این افراد هستن، مثلا با این سن، با این جنسیت، با این حالا نوع بیزینس فرضاً. حالا ببینید مخاطبین هدف میتونه اون مشتری نهایی باشه که در بعضی از تولید کنندگان شما عنوان تولید کننده ممکنه بیاید اون مشتری نهایی رو هدف قرار بدید. بعضی وقتا ممکنه محصول شما مشخصاً مواد اولیه یک تولید کننده دیگه باشه. به هر حال شما میتونید بیاید مخاطبین هدف خودتون رو با هزینه کمتر نسبت به فضای آفلاین هدف قرار بدید. مثال این مورد اینجوری میشه. ببینید فرض کنید شما یک سایتی دارید و به هر حال یک ورودی از یک مثلا اینستاگرام یا از خود نتایج جستجوی گوگل، سری کاربران اومدن داخل سایت شما. البته که ما همیشه توصیه‌مون اینه که به هر روشی ارزشمندی دادن اطلاعات ارزشمندی که شده بتونیم یه سرنخی از مشتریامون داشته باشیم. یعنی اون کاربران که داخل سایت اومدن به هر حال فرد به یک منظور داخل سایت اومده مثلا یه اطلاعاتی از کسب و کار شما پیدا کنه، یه اطلاعاتی از اون محصولات و خدمات شما پیدا کنه، ببینه پروژه های شما کجاها بوده، اعتماد سازی صورت بگیره. درسته؟ ما اگر بتونیم یه سرنخ از این کاربر بگیریم، مثلا یک شماره همراه، یک ایمیل، یا بستگی به جامعه مخاطبین هدف شما داره که بیشتر ایمیل دارن یا شماره همراه دارن یا الی آخر. خب مسلما اونجا ما خیلی کار بهتری انجام دادیم. اما فرض میکنیم که این کار داخل سایت صورت نگرفته یا کاربر وقتی اومده داخل سایت حتی یک شماره همراه هم قرار نداده داخل یکی از مثلا فرم های سایت که ما بتونیم از طریق اون بهش دسترسی داشته باشیم. اما به خاطر ماهیتی که اینترنت داره، هر فردی با هر وسیله‌ای که داخل اینترنت میاد، خب مثلا با گوشی موبایل میاد، با تبلت میاد، با کامپیوتر میاد، خب وقتی میاد وارد سایت شما میشه یک رد پای از اون میمونه، حتی اگر شماره همراهشو قرار نداده باشه. از طریق این رد پایی که حالا بساط خیلی فنی هستش، ما میتونیم کاری بکنیم که وقتی فرد رفت وارد سایت دیگه شد، حالا مثلا شما مخاطبین هدفتون رو میشناسید، میدونید که مثلا وارد سایت های ورزشی میشن، ممکنه وارد سایت های خبری، سیاسی، مالی و الی آخر بشن. ما میتونیم یه کاری کنیم وقتی فرد یا اون مخاطبین هدف شما از سایت شما اومدن بیرون، بعد از یه زمانی، یه روز، 2 روز، 3 روز، 1 ماه، رفتم داخل یک سایت دیگه، بنر شما رو حالا تحت هر عنوانی که مرتبط میشه با اهداف بازاریابیتون شما رو یک بار دیگه ببینم.
خب مسلما این سرمایه گذاری و هزینه کمتری داره دیگه. و از طرفی ما اگر ورودی داشتیم از سایتمون به همین راحتی از دستش نخواهیم داد. حالا ما یه سری استراتژیایی رو پیشنهاد میکنیم به شما برای بازاریابی دیجیتال یا بازاریابی در فضای آنلاین. اینی که یک محتوایی رو ایجاد بکنیم که برای مخاطب ارزشمند باشه. یعنی یکی از دردهای مخاطبین هدف شما رو که احتمالاً محصول شما یا خدمات شما میتونه پوشش بده، با اون محتوا یک سهم ذهنی یا عاطفی از شما پیدا کنه. یعنی حداقل اینه که فرد به خاطر اون محتوای ارزشمندی که شما تولید کردید از لحاظ ذهنی یا از لحاظ عاطفی شما رو یک گوشه ذهنش قرار بده. حالا این محتوا میتونه داخل سایت باشه، میتونه داخل شبکه‌های اجتماعی باشه. اما به هر ترتیب هر محتوایی که باعث بشه شما به یکی یا چند تا هست که معمولا یک یا چند هدف بازاریابی نزدیک بشید که این هدف بازاریابی میشه ایجاد لید یا گرفتن سرنخ شماره همراه و ایمیل و اینها، برندینگ، فروش، بتونه یکی از این کارها رو اون محتوا برای شما انجام بده، به این کار میگیم بازاریابی محتوا. مورد دوم تبلیغات پولی هستش. به عنوان مثال خود گوگل یک قسمتی داره به نام گوگل ادورتایز یا گوگل ادز که اگر کاربر بیاد اون محصول شما رو، اون حالا عبارتی که مرتبط با محصول یا خدمات شما هستش رو بیاد سرچ کنه، شما در واقع در بالاترین موقعیت ممکن قرار بگیرید. حالا این مورد در یک سری پلتفرم‌های داخلی هم وجود داره. به میگم هم تبلیغات پولی که هدفمند هستش. مورد بعدی چیه؟ مورد بعدی بهینه‌سازی موتور جستجو. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما سایتتون رو آماده کنید و منطبق کنید بر آنچه موتورهای جستجو ممکنه یک سایت رو نمایش بدن به کاربران مورد نظر شما. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که کاربر میاد یک عبارتی رو، یک کلمه‌ای رو، یک موردی رو سرچ میکنه و سایت شما میتونه در رتبه‌های برتر گوگل باشه. مورد آخر هم بازاریابی رسانه‌های اجتماعی هستش که خب میدونم که احتمالاً یک بخشی از ممکنه فعالیتتون احتمالاً حالا به صورت قوی یا ضعیف در شبکه‌های اجتماعی باشه. این که ما بیایم از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنیم برای اهداف مختلف بازاریابی، این هم میتونه تاثیرگذار باشه، اما به صورت اصولی و درست. حالا چطور اصلا ما بازاریابی در فضای آنلاین، بازاریابی دیجیتال یا بازاریابی اینترنت رو شروع کنیم؟ اولین مورد ایجاد وبسایته. وبسایت یک پایگاه اصلی و دائمی شما در فضای آنلاینه. به چه دلیل؟ دلیل اینکه وبسایت میشه زمین بازی اصلی شما. میشه اون جایی که اعتماد سازی خیلی 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 بیشتر از شبکه‌های اجتماعی هستش. میشه جایی که کنترل شما بیشتر هستش. سیاست‌های بازاریابی شما داخل یک وبسایت خیلی با دقت‌تر، مشخص‌تر خواهد بود تا داخل یک شبکه اجتماعی که ما اونجا در واقع باید تحت یک سری قالب‌های کار بکنیم. مثلا داخل اینستاگرام ما فقط میتونیم ویدیو بذاریم، اما ممکنه مخاطبین هدف شما بخوان گوش بدن، میخوان ببینن، میخوان بخونن، در صورتی که سایت میتونه همه اینها رو با هم داشته باشه. یعنی یک صفحه از وبسایت شما میتونه آمار، متن، پادکست، وایس، ویدیو و متن داشته باشه.
مورد بعدی، وقتی ما حرف از کنترل زدیم، ببینید ما اگر سایتمون رو یک سری کارهای فنی روش انجام بدیم، مثلا پشتیبانگیری، بکاپ گیری داشته باشه، هر سال حالا اون یک اجاره‌ای داره به هر حال دیگه سایت. حالا موارد فنی نمیخوام اینجا باز بکنم. اونا رو اگر ما سر سال انجام بدیم معمولا سایتمون میتونه سالهای سال وجود داشته باشه. درسته؟ اما شبکه‌های اجتماعی همیشه با توجه به سیاست‌های کلان اون شرکت مافوق اون شبکه اجتماعی و حتی سیاست‌های حکومتی، همه اینا دخیل میشه در کار بازاریابی ما. درسته؟ ریسک‌هایی که ما در شبکه‌های اجتماعی داریم خیلی بیشتر از ریسک‌هایی که در سایت میتونیم داشته باشیم. البته که شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام میتونه کمک‌کار سایت باشه، اما نهایتاً وبسایت پایگاه دائمی شما خواهد بود، پایگاه اصلی شما خواهد بود. نکته بعدی اینه که کاری که ما باید انجام بدیم در بازاریابی اینترنتی، بازاریابی دیجیتال یا هر آنچه در فضای آنلاین می‌خوایم انجام بدیم، اینه که یه سری اهداف مشخص و قابل اجرا بذاریم. مثلا ما می‌خوایم تعداد فالوورهای پیجمون به این تعداد، تعداد ویو پست استوریمون به این تعداد برسه، یا ترافیک سایتمون به این در واقع عدد برسه، یا زنگخورهامون به این تعداد برسه. اینها باید مشخص بشه. اگر ما سایت رو مشخص کنیم به عنوان یک کانال اصلی، بگیم میخوایم ورودیامون از گوگل بگیریم، مثلا رو چه کلماتی میخوایم کار کنیم، همه اینا باید مشخص بشه. حالا وقتی ما کانال‌های مختلفی داریم، رسانه‌های اجتماعی داریم، سایت داریم، باید مشخص کنیم که میخوایم برای هر کانالی، برای رسیدن به حالا اون اهداف بازاریابیمون چه بودجه‌ای رو میخوایم در واقع مشخص کنیم. این رو شاید شما تا یه حدی اطلاعات داشته باشید، تا یه حدی اطلاعات نداشته باشید. اینجا ما به کمک شما میاییم. یعنی مثلا حداقل در فضای سایت و سئو میتونیم به شما بگیم که الان رقیب شما سایتش با چه کلماتی الان بالا هستش، چقدر ترافیک از اون کلمات داره میگیره و خب شما مشخص میکنید که خب الان سایت رو شروع کنم، اینستاگرام رو شروع کنم، هر دو رو با هم شروع کنم و مسلما در ادامه کار رو کدوم بودجه بیشتری بذارم. مسلما اینها نیاز به چیز داره، نیاز به تجزیه و تحلیل داره. یعنی اگر داری رو شما روی اینستاگرام کار میکنی، تلگرام کار میکنی، واتساپ کار میکنی، داری رو سایت کار میکنی، همه اینا با تجزیه تحلیل بشه به صورت حالا پریودهای زمانی مشخص، هفتگی، ماهانه و الی آخر. و بر اساس اون داده هایی که ما از تجزیه و تحلیل میگیریم میتونیم به شما بگیم که بهینه سازی به چه صورتی انجام میشه. یعنی ما مثلا بیایم روی، اگر الان داریم 50-50 روی سایت و اینستاگرام کار میکنیم، مثلا بیایم 80% اینستاگرام 20% سایت، یا برعکس 80% سایت 20% اینستاگرام، به عنوان مثال البته دارم عرض میکنم، کار کنیم. به هر حال ما توی این مسیر کنار شما هستیم. یعنی از اولین قدم که اصلا شما نمیدونید باید چی کار کنید، روی اینستاگرام کار کنید، روی سایت کار کنید، روی چی کار کنید، به چه ترتیبی کار کنید، ما همه اینا رو در یه مشاوره رایگان میتونیم به شما بگیم. کافیه که در واتساپ با همین شماره که قرار دادم یا به صورت تلفنی در ارتباط باشید و ما انشالله بتونیم که یک راهنمایی خیلی خوبی حداقل برای تصمیم گیری درست خدمت شما داشته باشیم. انشالله که همیشه موفق و سالم باشید.